1.5 سال شد من قانونشکنیاشو. جوهر امینوف دانشمند جوان تاجیک میگوید با گذشت بیش از 1 ماه از صادر شدن قرار دادگاه نتوانسته است دوباره به جای کار پیشینه‌اش در پژوهشگاه گیولوژیا و ساختمان به زلزله تاب‌آور برگردد. نوبسته از اون که نماینده های سود از دیرکتور اینستیتوت طلب نمودند که حلنامه رو در دایره قانون اجرا نماید، دیرکتور اینستیتوت و حقوقشناسانش از اجرایش حلنامه سود سرکشی کردند. دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت روز 7 ایول امسال قرار کرد که جوهر امینوف را در جای کار پیشینه‌اش برقرار کنند و به او جبران پردازند. این از کمترین حالت‌هایی است که یک شهروند در دادگاه به اداره دولتی غلبه می‌کند. جمشید امینوف میگوید برادرش با پیشنهاد پژوهشگاه گیولوژیا و ساختمان به زمین‌جوبی تاب‌آور برای بالا بردن تخصص به چین رفت. در آنجا 5 سال خواند و رساله علمی دفاع کرد، ولی در تاجیکستان از جای کار محروم شد. دیرکتور اینستیتوت گیولوژیا ساختمان به زمین‌جوبی تاب‌آور و سیسمولوژی اکادمی علم‌های تاجیکستان پولاد امیرزاده گفت آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت بردند. دیرکتور اینستیتوت در صحبت بدون میکروفون همچنین گفت به کار قبول کردن جوهر امینوف مشکل ندارد، اما این نفر می‌خواهد که او را به وظیفه راهبری کننده تعیین کنند. همچنین مدیر مؤسسه تحقیقاتی گفت برادران حجت برای تصدیق دفاع عنوان علمیشان در چین در دست ندارند، اما برادران امینوف ها این ادعای دیرکتور را رد میکنند و میگویند که آنها همه سندها را پیشنهاد کردند. این هم در حالی است که اخیراً وزارت معارف تاجیکستان به داوطلبان هشدار داد که در وقت انتخاب دانشگاه‌های چین احتیاطکار باشند، چون اخیراً رسانه‌های چینی از فریبکاری بعضی افراد خبر دادند که داوطلبان را به دانشگاه‌های موجود نبوده دعوت می‌کنند.